به نام خداوند بخشنده مهربان. بینندگان عزیز گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم از هر جایی که ما را میبینید سلامت و سربلند و در پناه رحمت پروردگار جل و علا قرار داشته باشید. ما در برنامه مصاحبه پند اخلاقی معرفت قرار داریم و موضوعی رو میاریم که بسیار دلها را درمند و بسیار خانواده ها را خراب کرده است. این بیماری نشأمندی است برادران عزیزم. نشأمندی این بیماری است که به جسم انسان، اقتصاد انسان، روح انسان، اخلاق انسان و روح او را خراب و ویران میکند. مهمان برنامه ما داملای گرامی مدینوف ابراهیم، امام خطیب مسجد جامع به نام حضرت بلال، ناحیه فردوسی شهر دوشنبه. خوش آمدید داملای گرامی. تشکر بسیار زیاد و اظهار بسیار منتداری میکنیم به شما و به کارمندای شما و به همه بیننده های عزیزی که شما را از دور و نزدیک تماشا میکنن. خدای مهربان همه شما را در پناه رحمتش نگهبان باشه. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز، قرآن عظیم و شان یک کتاب اخلاقی و راهنمای تمام بشریت در هر یک نکته برای ما و شما تعلیمات داره. خداوند مهربان میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یسألونک عن الخمر والانصاب قل فیهما اثم کبیر. الآیه. خدای مهربان به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ای پیغمبر، مردم تو را از عرق و از قمار بازی سوال میکنن، میپرسن. برای اونها بگو که عرق و هر چیزی که در عقل انسان ضرر داره ایرا شریعت اسلام خمر میگه. خمر فقط عرق نیست، نشأمندی هر چیزی که در عقل انسان ضرر میکنه، عقل انسان ضعیف میکنه، عقل انسان ناکام میکنه، ایرا خمر میگن. میدروی عرق، میدروی مقصد در گروه عرق نشأمندی هر چیزی که در مواد مخدرات هسته اینها را خمر میگن. ضرر اینها را قرآن برای ما و شما میگه که پیغمبر ما به مردم بگو که هر دی اینها یکی عرق نوشی و نشأمندی، دوم قمار، اینها بی نهایت گناه کلان و ضرر زیاد دارن. از این آیه فهمیده میشه و که حکم نشأمندی در شریعت اسلام حرامه. اجماع علما اهل سنت و جماعت 4 مذهب بر مواد مخدر حرام بودنش اعتقاد دارن که این حرام است. حرام بودنش از چه جهت؟ هر چیزی را که شریعت اسلام نگاه کرده است که به سلامتی ما، به جسم ما، به اخلاق ما ضرر داره، او را حرام اعلام کرده است. حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است که میفرمایند لا ضرر ولا ضرار. این کدام ضررها رو در نظر دارد؟ بله، شما بسیار درست قید کردین. حدیث صحیح است که پیامبر نازنین صلی الله علیه و سلم ما را منع کردن از این که به خودمان و به دیگرها. ببین دین اسلام یک دینیه که ما را هیچگاه حق نداده که ما بخواهیم به خودمان ضرر برسانیم، این حق نداریم. و اگر خواستیم به کسی دیگه ضرر برسانیم، این حق هم نداریم. هر نوع ضرری باشه، ضرری در مالمان، ضرری در جسممان، ضرری در سلامتیمان، ضرری در اخلاقمان، هیچ وقت ما نمیتونیم که ما مقصد یک کار دا بگیریم این دست ای مای خدا ما را داده استش، نه که حق نداده که یک کار دا بگیرم امیرم ای بین ببرم. یک دوایی که به جسد ما یک داروی مثل یک خوراکی یا که مثل یک مواد مخدر بگیم، اینها در جسد ما ضرر داره. خداوند جسد داده امانت، سلامتی را داده امانت. پروردگار مهربان و پیامبر نازنین او شریعتی را که خدا برای ما داده، قانونش همیه که من حق ندارم در خودم ضرر برسانم و به دیگرها هم حق ضرر ندارم. حدیثی را که شما یادآور شدین همین تعلیم برای ما میکنه. امام غزالی رحمت الله علیه میگوید که هر کسی که نفسش رو
غالب نشود او هیچ وقت لذت حقیقی رو نمیچشد، لذت عبادت، لذت زندگی رو نمیچشد، برای اینکه او اسیر است. یعنی نشأمند اسیر همون یک قطره زهر است. میخواستم که پیامدها و خطرهای بدی نشأمندی و استفاده مواد مخدر و انواع زیادی آنها چه خطرهایی دارند برای جامعه، برای اخلاق جامعه، برای اقتصاد جامعه. انسانی که نشأمند است، هیچگاه این ضرر تنها به خودش نداره. بله. انسانی که رو به نشأمندی میاره، رو به عرقخوری میاره، رو به سیگارکشی میاره، رو به مواد مخدر میاره، یا که امروز تبلیت‌هایی که سینتتیکی برآمده که استفاده میبرن، اینا همش اینها مقصد در سلامتی انسان ضرر داره. اما پیامدهای بدی نه تنها به جسم همون انسان نشأمنده. انسان نشأمند در مد اول آن چیزی بد برای خودش حاصل میکنه به آبروگی جامعه. در جامعه آبرو نداره، در خانه شخصیت نداره، نزد پدر مادر ده حرمت عزت نداره. پیامد دیگری مقصد این مواد مخدر اقتصاد خاندان نشأمند در بین میبره. در این خانه مقصد آسودگی نمیمانه، آرامی نمیمانه، یک دیگر فهمی. اگر این نشأمند پدر مادر داشته باشه هیچ وقت ریزا نیستن. نگاه بکن، دل خان نشأمنده، دل خان مقصد آدم سیگارت کشه، دل خان آدم عرقخوره، پدر مادرش پرس ناریضا های. فرزند داشته باشه، فرزندش اید مقصد آسوده نیست، فرزندش ای پدر و مادرش افتخار نمیکنه، ای همین گونه پدر افتخار نداره، خجالت میکشه. ببین چی پیامدی بد داره. و دیگر پیامدش همیه که جامعه مقصد ای این گونه انسان ضررهای زیاد میبینه، هیچ نفعی در جامعه نداره. میتوان گفت که به امنیت اخلاقی مردم، امنیت اقتصادی مردم خب ضرر جدی میرسونه. البته ضررهای این در خود فرزنداش، در همسایه‌هاش، در جامعه ضرری حتما میرسه. این نه تنها مقصد به خودش ضرر، بلکه به جامعه، به گرد اطرافش حتما ضررها داره. شما قید کردید که خب تبلیتکه هایی هستن که نامشان کریستال یا دیگر انواعی آن هست. میبینیم در شبکه اجتماعی که جوانان را از مردی و مردانگی بیرون میکند، یعنی یک مجازی زنانه بر آنها پیدا میشود که آنها دیگر مسئولیت برادر بودن، مسئولیت شهروند بودن، مسئولیت پدر بودن را از خود دور میکنند، گم میکنند. دیگر همه مسئولیت ها را گم میکنند و راضی‌اند که تمام دارایی هایشان را بفروشند تا اینکه از این یک زهر قاتل برای خود خریداری کنند. 1400 سال پیش پیغمبر دلسوز ما را ببین، کل مسکر حرام. حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، هر چیزی که شما را به حال مستی میاره، مستی به معنای چی؟ به معنای عقل شما را بین میبره، فهم شما را ضعیف میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت حرامه. حرام در او زمانها مردم فهمش به همین حرام کی بود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم حرام گفت. امروز اگر باشه ضرر، امروز ما میتونیم بگیم حرام یعنی ضرر، یعنی آبرو را از بین بردن. بله امروز تبلیت‌هایی که جوانای ما استفاده میبرن، خدای نکرده اینها به این کار عادت کنن، اول ناموس مردی را دست میتن، دیوم ناموس ملی اینها ای بین میروه. اینها دیگه دم ای طریق بگو ملت دوستدار میشون نمیشون، اینها وطن دوستدار نمیشون، اینها پدر و مادر دوستدار نمیشون، اینها مقصد در فکر آبادی وطن، دیار، خانواده، آینده فرزندی خوب تربیت کنم در این فکر نیستن. همین پیامدهای بد اینمی تبلیت‌های و جوانی که اگر خدای نکرده این تبلیت‌ها استفاده بره در مقصد مکتب، دانشگاه، هیچ سهمی از اون مکتبی که رفته است باید علم برداره، آینده در این ملت خدمت کنه نمیتونه. برای که این دیگه آن چیزی را استفاده برده که شاخ شدگی مغز انسان شاخ میشه. امروز علم طب هم میره گفته است، علم طب هم ضرر را مقصد بیان کرده است. هر روز در اینترنت ها میبینیم مقصد
پروفسورهای علمی طب، عالمای علمی طب خدا خیر بده، ای وطن ما بیرون ای وطن ما مثال خطرها و ضررهایی را گفته سیان، حتی میبره به مقصد اینکه مردگری را بین میبره، مردگری را بین میبره. نمیتونه دیگه انسان مقصد مرد بدن زن بدنش فکر کردن نمیتونه، جدا کردن نمیتونه. و خدا نکنه این چیز در جامعه زیاد شود، این خطری مقصد بد اخلاق شوی که به هممون معلومه مقصد ای حالت مردگری به زنیگری گذاشتن امکان داره. بله. سالمی یک جوان سالمی تمام جامعه است. بله. وقتی اگر به اهمیتی در سالمی یک جوان شود از طرف پدر و مادرش، از طرف جامعه، از طرف دوستانش، در حقیقت میبینیم که در آینده یک خطری زیاد، یک خطری وزنین رو برای جامعه شهروندی، بله. برای مسلمانان این جوان میتواند از خود باقی بماند. دوملای گرامی، میخواستم که برای همون جوانی که نشأمند است و پشیمان است در همین راهش، از همین بیماری پشیمان است و میخواد که خود را علاج کند و از همین راهی بعد باز گردد، چی راه های علاج است و چی دوا هست در دین از نگاه دین و عرفان؟ توصیه ما برای آنهایی که به این کسل گرفتار شدن همینه که خدای مهربان در کلام زیباش میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. صدق الله العظیم. خداوند مهربان ببین بچی یک شیوه زیبا، با یک طرز مهربانانه، با یک طرز مقصد بسیار بسیار دروازه رحم و مهربانی را باز کرده است. خدای مهربان میگه شما هیچگاه به خودتان ضرر نرسانید. ولا تقتلوا انفسکم معنای قتل ایره نداره که من کارت بگیرم خما بکشم، بلکه هر یک ضرری که آینده مرا ای بین میبره خدا مرا من کرده. ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. خدای مهربان ببین میگه من الله ترا خلق کردم، ترا دوست میدارم. الله مهربانی داره در اینجا، مهربانی داره. ما باید ایره حس کنیم که بهترین مخلوق الله انسانه. خداوند انسان بسیار عزتمند خلق کرده و حتی ملائکه‌ای که خدا خلق کرده ارزش و قدری بنده مؤمن نداره. مرتبه انسان بسیار مرتبه بلنده. زین خاطر خدای مهربان این راه ها را براش من کرده که تو بسیار بسیار یک مخلوق با عزتی و خطاخوار نکن. و مسئولیت ما همیه که البته هر یک کسل طبابت چه داره. لکل داء دوا، حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. هر یک کسل طبابت داره. امکان داره که اینها بگردن. برای برگشتن هم توبه ضروره، هم رو آوردن به خدا ضروره و دیگر طبابت اراده قوی داشته باشن. هیچ مشکل نیست. آدم ها ای چی کارها دست نمیکشن. زمانی اگر من دیلم به خودم بسوزه، من فکر نیکی خدمت بکنم، من فکر خوبی ملت ما بکنم، فکر خوبی فرزندام ما بکنم، آینده نیک بخواهم، ما همه مشکلات را امکان داره که ما پای سر بگذارم. بله، ما میتوانیم به جوانی که میخواد بازگردد، توبه کند، همون آیتی از قرآن رو بگویم که لا تقنطوا من رحمت الله. بارک الله. از رحمت پروردگار جل و علا ناامید نباشید. هرچند که گناهان شما زمین و آسمان ها را گرفته است، هیچ وقت دری رحمت پروردگار جل و علا بند نیست، همه وقت گشاده است. یعنی هر وقت که جوان میتواند بازگردد. باز چی توصیه ها دارید؟ آیا دوستی خوب میتواند انسان را از این راه بد برگرداند؟ البته هر یک تاثیرات در ما عینه که بد میرسه، دروازه اساسیش همنشینه، رفیقه. همو جوانایی که همو فرزندای عزیزی ما که همه ملت برای ما فرزند حسابه، ما با یکدیگر به مثل یک عضویم دلسوزی با یکدیگر باید داشته باشیم. همیشه بدانند که برای ما دروازه اساسی که خواه نیکی میرسه خواه بدی میرسه ای همنشینه. کمال همنشین بر من اثر کرد. سعدی میگه کمال همنشین بر من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. سعدی را ببین، خاک
پرسید که این بوی خوش ای جای افتی، گفت ای گل، ای همنشینی با گل. اگر دوستای ما مقصد همنشینای خوب انتخاب کنن، فرزندای ما دوست خوب انتخاب کنن، با همنشینهای نیک، با همنشینهایی که اخلاق خوب دارن، رفتار نیک دارن، پدر و مادر حرمت میکنن، جامعه را در فکر نیکش هستن، چنین دوستای خوب انتخاب کنن، یکی از داروی تبابت کننده بسیار پرتاثیر برای فرزندایی که در مواد مخدر گرفتار شدن همنشینی دوستای خوبه. دوستای خوب انتخاب کنن، حتما ای راه برمیگردن و همون راهی که رفتن اونها یه مراتب بشینن اندیشه کنن آخی هیچ که ای مادرش همون طریق تولد نشده. خب چرا این کسل در یار شدن؟ نگاه بکنن همنشینای بده، تأثیری همنشینای بده. دامنای گرامی میخواستم که آخرا تمنیات و سخن خود را برای بینندگان ما میگفتید. از خداوند مهربان و نهایت با رحم من همیشه تمنا دارم، دعام همیشه همیه، خواهشم و درخواستم همیه که خداوند مهربان ملت عزیز ما را، وطن عزیز ما را از همه آفتها، درد غمها، از همه ناخوبی ها خدا حفظ کنه. ملت عزیز ما کجای هستن خدای مهربان نگهشان بداره. و توصیه آخر ما برای همه ملت عزیز، علل خصوص جوانای عزیز، همیه که این ملت انتظار شما ہے، این ملت، این وطن انتظار شما ہے که شما همت بلند کنین، دست پنجه بالا کنین، در بحر علم غوطه بزنین، به علمهای نیک این وطن آباد کنین، این وطن با خوبتر کنین. به نشأمندی شما این وطن یه باره فلج میکنین، ضرر میرسانین. خواهش ما همیه، توصیه ما همیه، ای همه شما ملت عزیز که شما یگانه عشق شما، محبت شما، اندیشه شما، نقشه شما فقط رو به علم آوردن باشه. آبرو عزت هم دنیا و هم آخرت خدا نصیب میکند. سلامت باشید. عزت بینید دامنای گرامی، سپاس زیاد که در این برنامه وقتی خود را جدا کرده اشتراک نمودید. موفق سربلند باشید. بینندگان گرامی، نشأمندی تاریکی است، ایمان نور است. نشأمندی اسارت است و توبه آزادی از این اسارت است. پس با دوستان صالح، دوستان نیک دوستی کنید تا اینکه به هر بیماری و وبا و بدیها و فساد گرفتار نباشید. با برنامه ما باشید، در پناه رحمت پروردگار جل و علا بمانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.